ولی پیغمبرمون میگه هر کسی که اگر سحر برای خاطری نداشتنی در خانه چیزی اگر بخیزه و میگه هم تا چهرش ترش کنه غمدار خودشا بگیرد، او همچنان است که خداوند در بین مردم غیبت کرد. هر کسی که میگه اگر پیغمبرمون یک آدم مالدار اگر به خاطر پولش اگر تعظیم کنه و دستاش پیشی بر کند، سه یک دینش ای بین میرود. این عالم برادرای عزیز وقتی این گپ از مردکی پولدار کشنید، گفت شرم میاد در یک خانه قرار دارم که صاحب این خانه ماندگی من است حاجت طلب کنم. برادری عزیز سخن بینید، من در مسجدم، این خانه خدا های، من در خانه خدا ماندگی اصلی است طلب کنم. میگه